تو قسمت‌های قبل اگه یادتون باشه ما در مورد پروتکل تلنت صحبت کردیم. گفتیم تلنت به عنوان یک منیجمنت پروتکلیه که ادمینای شبکه ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن به تجهیزات شبکه متصل بشن. تجهیزاتی مثل روترها، سویچ‌ها و غیره. ولی در مورد تلنت صحبت کردیم. گفتیم تلنت از TCP پورت 23 استفاده میکنه و یه پروتکل آنسکیوره و بهتره از این پروتکل تو شبکه استفاده نکنیم چون امنیت برامون مهمه. بنابراین بعد بریم دنبال یه جایگزین براش باشیم که بهترین جایگزین براش پروتکلی به اسم SSH یا Secure Shell. Secure Shell میتونه یه جایگزین خیلی خوبی برای تلنت باشه. دلیلش هم به خاطر اینکه به صورت کاملا سکیور کار میکنه. تمام اطلاعاتی که بین ادمین و دیوایس یا همون تجهیزات هست رو به صورت کامل سکیور میکنه و رمز میکنه. SSH روی TCP پورت 22 کار میکنه و از یه الگوریتمی به اسم RSA استفاده میکنه و میاد از یه جفت کلید استفاده میکنه تا اطلاعات رو بتونه رمز بکنه. خب حالا چجوری کار میکنه؟ اگر ما بخوایم SSH رو برای مثلا روی سویچ یا روی روتر فعال بکنیم، داستانش به این صورت در میاد که خب ادمین نیاز داره که خب به این دیوایس مثلا سویچش از راه دور از طریق شبکه IP متصل بشه. روی سویچ با استفاده از الگوریتم RSA بعد یه جفت کلید براش تولید بشه، یعنی یه پابلیک کی و یه پرایوت کی نیاز داره. خب که از این پابلیک و پرایوت کی برای همون رمزگشایی استفاده میکنه. غیر از این که خب ما سویچمون نیاز به یه دونه هست نیم داره، هست نیم نیاز داره، به یه دامین نیم نیاز داره که این هست نیم و دامین نیم اطلاعاتی که داخل سرتیفیکیت قرار میگیره. در واقع الگوریتم RSA یا الگوریتم ایسیمتریکه، الگوریتم ایسیمتریک الگوریتم هایی هستن که از دو تا کلید استفاده میکنن. یک کلید رو برای رمز کردن اطلاعات و از یک کلید دیگه برای اینکه اطلاعات رو از حالت رمز خارج کنه. حالا اینجا خود روتر برای خودش یک سرتیفیکیت صادر میکنه و داخل اون سرتیفیکیتش هست نیم، دومین نیم و اینا رو قرار میده و خودش با پابلیکی خودشون رو ساین میکنه. وقتی که ادمین اینجا درخواست میده که به IP سویچ متصل بشه، سویچ میاد پابلیکی خودش رو در اختیار ادمین قرار میده و از اینجا به بعد ادمین وقتی که میخواد یوزرنیم و پسوردش رو وارد کنه، یوزرنیم و پسورد رو وارد کنه که به دیوایس متصل بشه، این یوزرنیم و پسورد به عنوان اطلاعاتی که ادمین داره برای سویچ میفرسته میره داخل الگوریتم RSA و اینجا با پابلیکی که در واقع ادمین از سویچ گرفته میاد اینا رو انکریپت میکنه، رمز میکنه و میشه یه چیزی به اسم سایفر یا همون اطلاعات انکریپت شده. یعنی اطلاعات به صورت سایفر یا اطلاعات انکریپت شده دیگه بین ادمین و سویچ رد و بدل میشه و این میتونه امنیت ما رو خیلی بالا ببره. حالا سمت مقابل وقتی این اطلاعات سمت سویچ اومد، این اطلاعات رو میگیره داخل همون الگوریتم خودش قرار میده، الگوریتم سیمتریک RSA هست و میاد اون اطلاعات رو که شامل حالا یوزرنیم، پسورد یا هر اطلاعات دیگه ای که هست قرار میده به اضافه پابلیک کی خودش، به اضافه پرایوت کی خودش و اطلاعات رو از حالت رمز خارج میکنه. خب و اطلاعات دوباره میشه کلیر تکست. خب این خیلی خوبه چون وسط راه دیگه هکری نمیتونه قرار بگیره و اطلاعات رو شنود بکنه. SSH منیجمنت پروتکل خیلی خوبیه. دو تا ورژن داره، ورژن 1 و ورژن 2. خب طبیعتا ورژن 2 امنیت بالاتری داره و SSH برای استفاده از پابلیک و پرایوت کی میتونه یک کی سایز داشته باشه، کی سایز که طول کلیده، هرچی طول کلید بیشتر باشه امنیت بالاتری داره. این کی سایز بر حسب بیت محاسبه میشه، یعنی هرچی تعداد بیتاش بیشتر باشه تعداد حالتهای مختلفی رو برای کلید در نظر میگیره. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که تو شبکه شما از SSH استفاده کنید. برای اینکه SSH هم باشه اون iOS یا سیستم عامل سویچتون هم باید سکیوریتی ساپورت باشه برای اینکه بتونه این
SSH رو ساپورت کنه. معمولا iOS هایی که توشون حالا حرف K9 هست iOS هایی هستن که سکیوریتی ساپورت هستن. خب بریم حالا یه پیاده سازی داشته باشیم با همدیگه این مفاهیم رو یه بررسی بکنیم. من اینجا میخوام یه سناریو خیلی ساده داشته باشم، یه سویچ مثلا 2960 به عنوان یه سویچ اکسس قرار بدم و یه کامپیوترم بهش وصل کنم که فرض میکنیم همون ادمین شبکه است. حالا این کامپیوتر رو خیلی راحت از طریق کابل استرید میام به فست صرفیه که سویچ متصل میکنم، میام رو کامپیوترم یه دونه آی پی قرار میدم. برای مثال آی پی که اینجا میخوام برای کامپیوتر قرار بدم آی پی 192.168 مثلا 1.10 با ماسک ست 255 صفره. ما خب اگر بخوایم SSH بزنیم به سویچ، خب سویچ هم باید آی پی داشته باشیم. خب میام اینجا داخل سویچ، یه سویچی که هیچ کانفیگ خاصی نداره، از یوزر مود وارد اینیبل مودش میشم. اول وارد کانفیگوریشن مود میشم، یه هاست نیم برای سویچم قرار میدم. برای مثلا SW1 یه آی پی دامین نیم براش ست میکنم. گفتم این موارد نیازه که حتما شما انجام بدید، یعنی هاست نیم، دومین نیم، یه یوزرنیم پسورد تعریف میکنم، یوزرنیم مثلا ادمین و پسورد سیسکو و یه اینیبل سیکرت هم میذارم برای زمانی که طرف میخواد به اینیبل مود دسترسی داشته باشه. یوزرنیم پسورد اولی که وارد کردم برای اینه که ادمین زمانی که از راه دور از طریق شبکه آی پی داره به سویچ متصل میشه یه یوزرنیم پسوردی رو وارد میکنه برای اینکه وارد محیط یوزر مود بشه. اینه به سکرتی که دارم وارد میکنم برای زمانی که ادمین از یوزر مود میخواد وارد اینیبل مود بشه که من اینجا حالا میذارم سیسکو، ولی بهتر پسورددار کامپلکس باشه. بعد از اینکه این کارو کردیم حالا نوبت به این میرسه که از الگوریتم RSA استفاده کنم، یه جفت کلید که همون پابلیک پرایوت کی هست رو سویچم تولید کنم. ببینید تمام مواردی که دارم میگم در مورد راوترهای سیسکو، در مورد فایروالا یا تجهیزات دیگه سیسکو هم ست میکنه. حالا اینجا من میذارم کریپتو کی generate RSA، اینجا الگوریتم RSA رو مشخص میکنم، میزنم میگه طول کلید چقدر باشه. گفتیم هرچی طول کلید بیشتر باشه امنیتش بیشتر. من اینجا میذارمش 1024 بیت. این قسمت هم اگر نگاه کنید میگه طول کلیدش میتونه حداقل 360 تا حداکثر 2048 باشه. خب اینجا جفت کلید تولید میشه. بعد حالا اینجا میتونم ورژن SSH هم مشخص کنم، میگم ورژنم 2 باشه. بعد اینجا یه آی پی من میخوام برای سویچم، وارد اینترفیس مثلا ویلن 1 هم میشم، چون میدونیم ویلن 1 بای دیفالت رو سویچ های سیسکو هست. و نکته دیگه که وجود داره اینه که میدونم همه پورت سویچ عضو ویلن 1 هم، پس میام داخلش و یه آی پی تو همون رنجی که کامپیوتر هست قرار میدم. برای مثال 192.168.1.1 با ماسک ست 255 صفر. اینترفیس رو نو شات میکنم و اگزیت میکنم، یه مرحله برمیگردم عقب. حالا نوبت به اینه که SSH رو فعال کنیم. وارد لاین وی تی وای 0 تا 15 میشم، یعنی ورچوال ترمینال که دیدید تو قسمت قبلی. ورچوال ترمینال برای اینه که شما بتونید از راه دور به سویچ وصل بشید، یعنی تنظیمات مربوط به SSH، این که کسی بتونه با SSH یا تلنت به این دیوایس وصل بشه تو این قسمت انجام میدیم. 0 تا 15 یعنی 16 نفر همزمان بتونن به این سویچ متصل بشن. خب تو اول قدم میگم لاگین لوکال، یعنی هر کسی خواست به این سویچ لاگین کنه برو از اون یوزرنیم پسوردی که من تعریف کردم استفاده کن، یعنی همون یوزر ادمین و پسورد سیسکو. قسمت بعدی میگم ترانسپورت اینپوت SSH، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خواست به این سویچ وصل بشه حتما از SSH برای اتصال استفاده کنه، دیگه اجازه نمیده کسی با تلنت متصل بشه. خب همه چی تقریبا آماده است. من میام روی پی سی خودم، میرم تو قسمت دسکتاپ کامند پرومپت. اینجا من از دستور پینگ استفاده میکنم، یه تست کانکتیویتی انجام میدم که ببینم پی سی من الان با سویچ ارتباط داره یا نه. دیدید برای سویچ هم من یه آی پی قرار دادم. خب آی پی رو میزنم 192.168.1.10 که آی پی سویچ بود. میبینید ریپلای دارم ازش میگیرم، یعنی اتصال برقراره. و حالا اینجا از دستور SSH استفاده میکنم، میگم SSH-L که یوزرنیم رو مشخص کنم. یوزرنیم ادمین بود و اینجا بعد آی پی سویچ رو بدم که 192.168.1.10. میبینید که اینجا چی به من میگه که آقا جون همچین چیزی ما نداریم. راست هم میگه، چون آی پی مربوط به سویچ من اگر یادتون باشه 192.168.1.1 بود. من آی پی 1.10 یعنی پی سی خودم رو پین کردم. 1.1 رو پین میکنم ببینم 1.1 پینگ میشه یا نمیشه. قاعدتا بعد الان پینگ بشه دیگه، یعنی بله میبینید که اتصال الان برقراره. و اینجا من میگم SSH-L
یوزر ادمین و آی پی سویچ هم که 192.168.1.1 بود. ازم چی میخواد؟ پسورد میخواد. پس ببینید اینجا یوزر نیم رو دادم، ادمین پسورد رو ازم میخواد. انتظار دارم بعد از وارد کردن یوزر نیم پسورد وارد یوزر مود سویچ هم بشم. پسورد رو وارد میکنم، وارد یوزر مود شدم. اینجا هم با دستور اینیبل میتونم وارد اینیبل مود بشم. برای وارد شدن به محیط اینیبل مودم ازم پسورد میخواد که قبلا ست کرده بودم و اینجا میبینید که خیلی راحت به محیط اینیبل مود سویچ از طریق SSH متصل شدم.